دوستان عزیز، اینجا میخوان قدرت داگ فایت بنده رو ببینی. استیون هاکینگ رو در بیاری بذاری پشت سیستم، از من بهتر داگ فایت میده. یه دونه M120 شلیک کردم، R77 به من شلیک کرد دیگه. میگم فاکس 3 دهنم حوصله نداره 3 سال بگیم. اینجا من دارم دنبالش میگردم ولی پیداش نمیکنم. میدونی چرا؟ من کورم. کور. اینجا دارم میبینم، نگاه میکنم، نگاه چپ راست بالا پایین مشرق مغرب همه جا. اینجا میرم پایین سمت چپ رو نگاه میکنم، به به یک سخوسی، اگه اشتباه نکنم SM2. دروغ دارم سعی میکنم کامنت بگیرم از ادام، ولی خب آره SM2 دیگه، بخاطر اینکه میزنمش دیگه، اسپویلر. اینجا بازم با کور میشم و گمش میکنم و خب خیلی هم عالی. اینجا دارم مثل دور خودم میچرخم و یه چند تا فلرم زدم که اگر به هم R73 فاکس 2 به من شلیک کرد نخوره. خب اهمیتی نره، من افتر برنرم روشن میاد قشنگ میری تو شکم هواپیما، هم کل خاندان هواپیمامو به چوخ سگ میده. خب اینجا من دارم هی میچرخم، سعی میکنم پیداش بکنم و خب یکی رو رادارم میگیرم و فکر میکنم اونه که دیگه گازه رو گرفته فرار کرد، ولی خب مثل این که نبود. پشت سرمون یه دفعه در میاد و بله داره ما رو هاردلاک میکنه و سعی میکنه یه دونه موشک، نمیدونم موشکاش تمام شد یا چه. اینجا من دارم سعی میکنم موشکامو بزنم که وزن هواپیما کم بشه، که اگر وارد داگ فایت خیلی سنگین شدیم من بتونم پرفورمنس بهتری داشته باشم. فیول تانک هم انداختم، 2 تا فاکس 3 زدم که وزن هواپیما کمتر بشه. میدونستم نمیخوره ولی خب دیگه زدم. خیلیاتون میگه اسکیل ایشوه که زدیشون، ولی خب دیگه داداش به بزرگیت ببخش دیگه، جلیل زندی خونیسم. اینجا هاردلاکش میکنم، یه دونه M120 میزنم، M120 داره ترک میکنه و M120 میزنه. پشما، سبحان الله. لایک کنی، سابسکرایب کنی، خداحافظ.